الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا دعا میکنیم که پروردگار مهربان برابر سنجشی که امروز بندگان خود را می سنجد، یکی را با همسر، یکی را با فرزند، یکی دیگر را با مادر، با پدر، برابر همین خداوند صبر را برای ما و شما نصیب و روزی بگرداند. ما و شما نباید داد و فریاد برداریم و غمگین شویم، خوشحال باید شد، چون آرزوی این جوان بود که نزد خدا رود. هر یک ما و شما آرزو داریم که نزد پروردگار عالمیان رویم و دیدار خداوند را ببینیم. خدا میگه من با یگام چی مانند نیستم، هر چیزی که در دنیا آفریدم با اون مانند نیستم. ما و شما آرزو داریم ببینیم خدای ما چگونه است. نباید گریه کرد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اگر شخصی که از پی میتش گریه میکند، او میت در قبر عذاب داده می شود. آیا کدامی از شما میخواهید که میتون در قبر عذاب کشد؟ هیچ از ما و شما نمیخواهیم این را. از همین سبب از آنی که داد و فریاد و فغان میبردارید، 2 رکعت نماز خوانید و در حقش دعا بکنید. دعا بهتر از همه چیز است. این گریه دیگر فایده ندارد، دیگر سود ندارد. میدانم خیلی درد است، مشقت است، عذاب است، اما میدونیم که فایده ندارد گریه ما و شما. گریه دیگر چی لازم؟ دعا کنین در حق همدیگر. چنانه که محمد اقبال رقیبی استاد چنین سخن زیبا میگه: دنیا به کسی مادری خوب نکرد، از ما به دلش ذره محبوب نکرد، کارش همه دم رنج و غم و غوسه ماست، فرموده دنیا ره بیهوده ماست. این دنیا با یگام کس مادری نمیکنه. کدام مادر میخواه فرزندش از دست بده؟ یگام مادر ایره نمیخواه، اما دنیا با ما مادری نمیکنه. مرگ یاشی و پیری نمیگه، هر لحظه خواهد آمد. اما ما برای مرگ چی تیاری دیدگی هستیم؟ انا همین مرگ جوانها، انا همین مرگ اپا و خواهرایی که این روز از ما و شما می رود، برای ما و شما باید عبرت باشد. باید عبرت باشد که اینها اکنون رفتند، هر چی داشتن با خود بردن. ما و تو چی تیاری دیدگی هستیم برای مرگ؟ چی تیاری دیده این؟ خب بگویید. این مردگانی که امروز از ما گذشته ایستادند، لااقل یک کفن با خود برده ایستادند. آیا ما و شما با خود همین کفن هم میبریم یا که نه؟ مولوی جنونی الله رحمت و مغفرتش کند چنین زیبا سخن میگه: در جوانی طاعتی چندان نکردم وای وای، طاعتی شایسته رحمان نکردم وای وای، امر و نهی حق تعالی را نآوردم بجای، خواندم و دانستم و فرمان نکردم وای وای. این حضرت ها برای ما و شما میگه یا از اونها کم و بیش یک چیز با خود بردن، اینها اکنون رفتن؟ سخن این برای ما و شما هست که جوان هستی، در جوانی طاعت عبادت نمیکنی، پیر میشی پشیمان میشه، دیگر او سودی نداره. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در ره طاعت بکوشم، با بوی پیری چندین نوجوانی بیرفت بی توبه از این دار فانی. میگه ای جوان، مگو من فردا پیر شدم و با طاعت و عبادت میکنم، شاید که به همو پیری نرسی. آرزوی پیری کردم، میگه با جوانی رفت. کجا رفت؟ نزد ذات پاک. با خود چه برد؟ وقتی طاعت و عبادت نکرد دیگر چی میبرد؟ دست خالی رفت. از همین سبب حالا هم برای ما وقت هست که طاعت و عبادت خدا را کنیم. الحال وقت داریم ما و شما، حالا که پیر نشده ایم. اگر پیرم شده باشیم وقت توبه هست.
از روی نادانی گناه کردیم، از روی جاهلیمان گناه کردیم، توبه کنیم خدا ما را میبخشد. این خود شاهد هستید. جوانها امروز از بین ما رفته ایستاده است. تو نگو که ما پیر بشم و میمیرم. و پیری شاید که ما و شما نرسیم. این همین جوانهایی که امروز از بین ما و شما رفته ایستاده است، برای ما و شما باید که عبرت باشد. عبرت باشد. گر عیش و طلب کنی و غافل باشی، بدان ای جوان نگه در قبر بالینت تر است. انا همین عیش طرب دنیا ما را فریفته کرد. امروز به نماز تو وقت نداری، فردا که رسد قوت نداری، روزی دیگر ترک جهان است، گرد پشیمان بازگشت نداری. انا همین امروزه که ما و شما وقتمان گذشته ایستاده است، خیلی فردا شد بعد نماز میگذارم، امروز وقت نیست، کارو گیر کرده ایستاده ام. اما که فردا شد پیر کشیدی قوت نداری دیگر، میگی به قوت شدم دیگر نمیتونم نماز گذاشته، روزی دیگر ترک جهان است. انا همین روزی که جوان ها از بین ما رفته ایستاده است، ترک جهان کردند، گردی پشیمان بازگشت نداره. پشیمانی در همین دنیا است نه در آخرت. حالا هم که وقت داری پشیمان شده، طاعت عبادت خدا را کو، در راه حق باش. ما و شما فریفته مال دنیا شده ایم. امروز برای ما و شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. ما و شما انا همین قبر را ببینیم یا اینکه تابوت را. برای ما و شما باید که عبرت باشد. میدونیم که امروز یا اینکه فردا از دنیا میگذریم. این دنیا به یگان کس غمخوار نیست. اگر غمخواری وفاداری میکرد به حبیب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد که اون رحمت للعالمین بود. مثل آن شخصیت نه پیدا می شود نه بود. از همین سبب بدونید که چه بزرگوار از ما این دنیا برد، ما و شما هم نیز میبرد. حالا جوان هستیم، تیاری به مرگ ببینیم. فلک از سنگ تابوت می تراشد، نمیدانیم که تابوتی کی باشد. بیا ای دوست قدری هم بدانیم، مبادا تابوت ما و تو باشد. قدر همدیگر را بدانیم. این تابوتی که ما و شما میبینیم، روز از ما و شما هم در همون تابوت خواب میکنیم. ما به شما یک نصیحتی میکنم، شاید که دادرتون باشم، شاید که از فرزندتون هم خرد باشم، به خاطر خدا میگم همین سخن بگیریم برای هر یک ما و شما بسنده است. همین فراموش نکنید که روز از روزها میمیرین. میمیری یا اینکه امروز یا اینکه فردا، بدون که میمیری انا همین برای ما و شما بسنده است. اگر تو بدونی که 85 سالگی دا میمیری چیکار میکنی؟ الحال 40 ساله هستی، 20 ساله هستی، میدونی که 85 سالگی دا میمیری چیکار میکنی؟ البته که ترک نماز نمیکنی، خیر صدقه میکنی، هر کاری که نیکی باشد انجام میدهی. بدون که شاید تو همه 85 نکشی. این دنیا اونقدر دنیای نیست. حضرت نوح علیه السلام بعضی روایت ها 1150 سال عمر دید. 1050 سال بعضی روایت ها پرسان شدن، گفتن ای نوح تو دنیا رو چگونه یافتی که دنیا یک بار زیر آب ماند؟ گفت من دنیا را به مثل یک خانه که دو در داره یافتم. از این در داخل شدم، از آن در بیرون شدم. فکر کردم دنیا همین قدر وقت برای من کشان. این خودتون یک بار ایستاده فکر کنین که حاضر 20 ساله هستی تو جوان، یا اینکه نه کمان 80 ساله هستی یا که 50 ساله هستی، همین عمرتون چگونه گذشت؟ چگونه گذشت؟ فکر میکنی یک خواب رفتم و خیستم اینقدر عمر رفت. عمر مثل یک اسب هست که چگونه حرکت میکند از روی سطح، انا همون خیل رفته ایستاده است، انا همون خیل. با همین سبب آنقدر عمر زیاد نداریم. در حق همدیگرتون بدبینی نکنین، قدر همدیگر را بدانین، همدیگر را دوست بدارین به خاطر ذات پاک.
چون که دوست داشتن همدیگر روز قیامت خداوند ما و شما را اجازت می‌دهد که همدیگر را شفاعت کنیم. گفتی بندم به خاطر من بنده ما دوست داشت، به خاطر خدا که دوست داری البته که خداوند ما و شما را اجازت می‌دهد که همدیگر را شفاعت کنیم. شاید روز قیامت شود و هم یک سخن اینه که ما به شما رسیده باشه، شما طرف جنت رفته ایستاده باشین، خدا ما را طرف دوزخ برده ایستاده باشه، گویند که خدایا این جوان در دنیا یک سخن گفته بود که من از همون سخن عبرت گرفتم، خدایا همه شفاعت که به سبب شما شاید که ما هم داخل جنت شویم، شاید که ما طرف جنت رفته ایستاده باشیم، اینش خدا میداند، اما ما ناامید نمیشویم. هر کی را میگه دوست بداری روز قیامت با همون میخیزی. عالی ما را دوست داشتی، جوانایی که در راه حق بود همون را دوست داشتی، انشاءالله روز قیامت با همون میخیزی. فتنه‌گرا و گمراه ها را دوست داشتی، روز قیامت با همون ها میخیزی. از همین سبب این دنیا برای ما و شما یک امتحانی هست. چگونه که یک مکتب در امتحان ها میگذرد، ما تیاری سخت میبینیم که از امتحان با بهای اعلا گذاریم. این دنیا هم امتحان است. امتحان را سپاریدن روز قیامت است. شخصی از عالم میپرسد برای عبادت کدام روز بهتر است؟ عالم در جواب گفت یک روز قبل از مرگ. جوان حیران شده گفت آخه مرگ را کسی نمیداند؟ عالم گفت هر روز را نباشم عبادت بکن. وقتی مرگ نمیدانی هر روز عبادت بکن، هر روز بهترین روز است. شاید که فردا جان ما را خدا بگیره، ما نمیدونیم که شاید که امروز. از همین سبب هر روز عبادت بکنین، هر روز خیر صدقه بکنین، هر روز هر کاری نیکی که هست انجام بدهید. من بنده به مولای محمد هستم، دیوانه و شیدای محمد هستم. روزی که قیامت آشکار گردد من خاک کف پای محمد هستم. البته که بهترین ثواب در این عالم صلوات در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرستادن است. خب وقتم به انجام رسید. دعا میکنیم که الله مهربان کل امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را هدایت کند بر راه صراط المستقیم. گذشتگان کلی از ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند. هر جوانی که از بر ما و شما می رود در حقش دعاگو باشین. الله مهربان به خاندان کلی از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صبر جمیل را نصیب و روزی بگرداند. آمین.